بیاید با من غار علی صدر رو ببینیم. اینجا یکی از عجیب ترین غارهای دنیاست و تنها غاریه که میشه داخلش قایق سواری انجام داد. این غار 190 میلیون سال قدمت داره و دماش چه توی زمستون چه توی تابستون همیشه 15 درجه است. این قندیلات میلیون سال ساخته شده و هر کدوم شکل متفاوتی دارن و بعضیا میگن که شکل مجسمه و چیزای عجیب و غریبن. آب این غار انقدر زلاله که کفشو میتونید ببینید و عمقش بعضی اوقات تا چندین متر هم میرسه. اینجا بخشی از غار علی صدره که به 300 پله معروفه. این پله ها برای دسترسی به قسمت های عمیق تر غار ساخته شده و هرچی پایین تر میری وارد دنیای ناشناخته تری میشی. یه نکته جالب در مورد غار علی صدر اینه که مسیر رفت و برگشت با هم یکی نیست. شما از یه راه وارد میشید و از یه مسیر دیگه برمیگردید. همین موضوع باعث میشه که شما تو مسیر رفت و برگشت مناظر و قندیل‌های کاملا متفاوتی رو با هم ببینید. انگار که هر طرفش یه غار جدید باشه. اگه همدان اومدید حتما غار علی صدر رو ببینید. تجربه‌ای که فراموش نمیشه و هر قدمش یه کشف جدیده.